به این بررسی خوش اومدید. بدن ما واقعا یه ماشین فوق‌العاده است، مگه نه؟ یه ماشین با عملکرد بالا که هر روز ازش استفاده می‌کنیم. امروز می‌خوایم با هم یه نگاهی به زیر کاپوت این ماشین بندازیم و ببینیم علم پشت هر حرکت ما چیه. تا حالا بهش فکر کردین؟ مثلا یه حرکت خیلی ساده و آشنا مثل شنای سوئدی. از بیرون که نگاه می‌کنی خیلی ساده به نظر میاد. اما اون زیر یه ارکستر کامل از سیستم‌های بیولوژیکی دارن با هم کار می‌کنن تا همین یه حرکت ممکن بشه. پس بیایید با همین دیدگاه پیش بریم. بدن ما مثل یه ماشین بی‌نظیره. می‌خوایم ببینیم دقیقاً چه قطعات و سیستم‌هایی دست به دست هم میدن که ما بتونیم راه بریم، بدویم یا یه وزنه رو از روی زمین بلند کنیم. اینم از نقش راه امروزمون. قراره یه گشتی توی این ماشین بزنیم. اول از موتور و شاسی شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ مرکز فرماندهی، خط سوخت رسانی و در آخر ورودی هوا. ببینیم اینا چطوری با هم کار می‌کنن. خب بزن بریم. خب اول از همه میریم سراغ بخشای اصلی و قابل لمس ماجرا، موتور و شاسی. بعدن منظورم همون استخوان‌ها و عضلاته که در واقع نیروی لازم برای هر کاری که می‌کنیم و تولید می‌کنن. اسکلت بدن ما رو به چشم شاسی این ماشین ببینید. یه چارچوب ساختاری که بیشتر از 430 تا عضله بهش وصله. و اصل حرکت کجا اتفاق میفته؟ توی مفصل‌ها. جاهایی مثل زانو و آرنج که جوری طراحی شدن که هم دامانه حرکتی زیادی داشته باشن و هم استکاک خیلی کم. حالا بیایید یکم روی خود موتور زوم کنیم. اگه یه عضله رو برداریم و لایه به لایه‌اش رو باز کنیم چی می‌بینیم؟ اول فیبرهای عضلانی، بعد میریم عمیق‌تر و به میوفیبریل ها میرسیم و اگه بازم عمیق‌تر بشیم به موتورهای واقعی میرسیم، پروتئین‌های میکروسکوپی به اسم اکتین و میوزین. این دوتا واقعاً قهرمان‌های گمنام هر حرکت ما هستن. و نکته اصلی اینجاست. این پروتئین‌ها یه کاری میکنن به اسم ضربه قدرتی یا پاور استروک. میوزین اکتین رو میکشه. سوخت این کار چیه؟ ATP. حالا تصور کنید میلیون از این کشش‌های کوچولوی میکروسکوپی همزمان اتفاق میافتن. جمع اینا با هم میشه اون نیروی عظیمی که باهاش یه وزنه سنگین رو بلند میکنید یا میپرید هوا. واقعا فوق‌العاده است نه؟ خب موتور و شاسی که سر جاش. ولی کی به اینا دستور میده؟ اینجاست که میرسیم به مرکز فرماندهی، سیستم عصبی عضلانی. این سیستم مثل کامپیوتر و سیمکشی کل بدن ما عمل میکنه. مفهوم اصلی اینجا واحد حرکتی یا موتور یونیته. خیلی ساده است. یه عصب حرکتی که از نخاع میاد و به یه تعدادی فیبر عضلانی وصله. وقتی اون عصب یه سیگنال میفرسته، تمام اون فیبرهایی که بهش وصلن با هم منقبض میشن. اینطوریه که فکر کردن به حرکت تبدیل به خود حرکت میشه. و جالبه بدونید بدن چطوری قدرت خودش رو تنظیم میکنه. فقط این نیست که واحدهای حرکتی بیشتری رو فعال کنه. نه، سیستم عصبی میتونه سرعت فرستادن سیگنال ها رو هم زیاد کنه. یه سیگنال یه انقباض کوچیک درست میکنه. ولی وقتی سیگنال ها تند و پشت سر هم بیان، این انقباضا روی هم جمع میشن و یه انقباض خیلی قوی و یک نواخت به وجود میارن. این یعنی چی برای شما که ورزش میکنید؟ یعنی وقتی دارید قوی‌تر میشید، فقط عضلاتتون بزرگتر نمیشه، بلکه مرکز فرماندهی شما، یعنی مغز و اعصابتون، داره باهوشتر و کارآمدتر میشه. یاد میگیره که واحدهای حرکتی بیشتری رو با هم صدا بزنه و با سرعت بیشتری بهشون دستور بده. پس قوی‌تر شدن یه جورایی تمرین دادن مغزم هست. این مرکز فرماندهی کلی سنسور هم داره برای کنترل اوضاع. دو تا از مهمتریناش اینان. یکی دوک‌های عضلانی که وسط عضله هستن. اینا کشش رو حس میکنن و برای محافظت سریع عضله رو منقبض میکنن. این همون رفلکس کششی معروفه. اون یکی ارگان‌های وتری گلژی یا GTO که توی تاندون‌ها قرار داره. کار این برعکسه. وقتی حس میکنه تنش روی عضله بیش از حده، مثل یه ترمز ایمنی عمل میکنه و به عضله میگه شل کن تا آسیب نبینی. خیلی خوب. تا اینجا موتور و مرکز فرماندهی رو دیدیم. حالا وقتشه بریم سراغ سیستم‌های پشتیبانی. بدون اینا موتور ما اصلاً کار نمی‌کنه. اول از همه خط سوخت رسانی، یعنی سیستم قلبی عروقی. این سیستم مثل شبکه لوله‌کشی و تحویل سوخت ماشینمونه.
کار اصلیش خیلی مشخصه. یه شبکه لوجیستیک فوق‌العاده است که اکسیژن و مواد مغذی رو به عضلاتی که دارن کار میکنن میرسونه و از اون طرف مواد زائد مثل دی اکسید کربن رو جمع میکنه و میبره. اگه این سیستم لوجیستیک درست کار نکنه، موتور ما خیلی زود خاموش میشه. و بازیگر اصلی این سیستم کیه؟ خون، این مایع حیاتی. توی خون گلبولای قرمز رو داریم که مثل کامیون‌های حمله بار عمل میکنن. بارشون چیه؟ اکسیژن. این اکسیژن به پروتئینی به اسم هموگلوبین میچسبه. غیر از این، خون یه کار مهم دیگه هم میکنه. تعادل اسیدی یا pH بدن رو مخصوصا موقع ورزش سنگین تنظیم میکنه. و قدرت این سیستم رو دست کم نگیرید. فکرش رو بکنید. موقعی که دارید با تمام توانتون ورزش میکنید، برونده قلبی شما، یعنی مقدار خونی که قلبتون توی 1 دقیقه پمپاژ میکنه، میتونه تا 4 برابر حالت عادی زیاد بشه. 4 برابر. فقط برای اینکه نیاز شدید بدن رو تامین کنه. و بالاخره میرسیم به آخرین قطعه پازلمون، ورودی هوا. سیستم تنفسی، ریه ها و مجاری هوایی ما دقیقاً مثل سیستم ورودی هوای موتور و اگزوز ماشین عمل میکنن. کارشون تبادل گازهای حیاتیه. این جمله کل ماجرا رو توضیح میده. وظیفه اصلی سیستم تنفسی خیلی ساده است. اکسیژن رو بیار تو، دی اکسید کربن رو بده بیرون. اکسیژن برای تولید انرژی لازمه، دی اکسید کربن هم محصول زائد این فراینده. به همین سادگی و به همین مهمی. خب، حالا نفس کشیدن چطوری کار میکنه؟ وقتی نفس میکشید تو یا همون دم، دیافراگم شما منقبض میشه و هوا رو میکشه داخل ریه ها. این یه فرایند فعاله، یعنی انرژی میخواد. اما بازدم توی حالت عادی غیر فعاله. دیافراگم شل میشه و هوا خودش میاد بیرون. البته موقع ورزش سنگین قضیه فرق میکنه و عضلات شکم هم وارد بازی میشن تا هوا رو با فشار و سرعت بیشتری بدن بیرون. خب، ما تک تک این 4 تا سیستم رو بررسی کردیم، اما نکته فوق‌العاده مهم اینه که اینا هیچ وقت جدا از هم کار نمی‌کنن. زیبایی ماجرا دقیقاً توی هماهنگیشونه. هر حرکت شما یه سمفونی بی‌نظیره که همه این سیستم‌ها با هم اجراش می‌کنن. یادتونه اولش از شنای سوئدی حرف زدیم؟ حالا بیایید دوباره بهش نگاه کنیم، ولی با این اطلاعات جدید. مغز شما فرمان حرکت رو میده. سیستم عصبی این فرمان رو به عضلات میرسونه و اونا منقبض میشن. همزمان قلب و ریه‌های شما ضربان و تنفس رو بالا میبرن تا سوخت و اکسیژن کافی برسه و در تمام این مدت سنسورهای بدن دارن وضعیت رو چک میکنن و بازخورد میدن. همه اینا با هم در کسری از ثانیه. پس نکته کلیدی که میخوام یادتون بمونه اینه: هر حرکتی که انجام میدید، از برداشتن یه لیوان آب گرفته تا یه حرکت انفجاری ورزشی، نتیجه کار تیمی و هماهنگ این ماشین فوق‌العاده است. بدن ما مجموعه‌ای از قطعات جدا از هم نیست، بلکه یه سیستم یکپارچه و هوشمنده. و حالا یه سوال از شما. با این چیزایی که امروز فهمیدیم، دفعه بعدی که میرید تمرین، به کدوم بخش از این ماشین بیشتر توجه میکنید؟ میخواید روی قدرت موتور یعنی عضلاتتون کار کنید یا روی کارایی مرکز فرماندهی و اعصابتون یا شاید هم استقامت خط سوخت رسانی و ورودی هوا رو بالا ببرید؟ حالا شما میدونید که همه اینها با هم کار میکنن. انتخاب با شماست.